شرکت شفا هیجامه به شما امکانیت میده که رفته فیتابوچکا، ماساژ و هیجامه به پول کنین و همچنین دارن داروهای گیاهی برای بسیار دردها، فربه شدن، لاغر شدن، بیماریهای مردانه و زنانه و دیگر. شفا فرما مراجعت کنین. اما سلام علیکم برادران، خوش اومدین به کانال اسم شریپов و با شما هستم من مؤلف کانال محمد شریپов. امروزه ویدیو درباره ویدیو آخرین کانال و دیگر گپ‌هایی که با همین حادثه روزهای آخر رخ داده علاقه‌مندی دارند. گوسپند چارونه در ایلاکو ما که گوسپندش هم میزنه و خودش گنگه شاه شده گیره بازی ها مقصد همه جیم بخجا باید خیلی پایون گذاشت. یعنی که حادثه‌ای که در وحدت در خوجابویخل رخ داده که در موافق ویدیو پیشینه نیزیای وحدتیش مونده و بسیار آدم‌ها چلاوک پاو گفته و دیگر چیزها یا داد گم شده شده ما که گوسپند شده توقع شده شده یا روزی شو گپ درباره اون نیست که کی چی مینامش کی چی فکر میکنه دربارش. مهمش اون است که بی‌ضابطه کردن خلق، بی‌ضابطه کردن مردم و در سر همگون سوال این چیه؟ مردم باور نمیکنه چی باید کرد در چنین حالت؟ یعنی که در این باره پورا گپ میزنیم. کم ترجمه شامل ممکن کامرا هم بجنبه آواز به خاطری که ویترازشته داریم انشالله که خوب ثبت میشوه، لیکن کامرا نمیافته، تشویش نشین. شامل از طرف راست направление از طرف چپ مونیم بهتر میشه. یعنی که مردم همه خون است و عموما برادر درباره همین حادثه ها چی خبری که میشوه، چی معلومات هایی که میشوه میتونین در ما فرستین. همچنین آدما هستن که فرستادگی شما میتونین که ویدیو را در تلگرام کانال تماشا کنین و همچنین ما از همین ویدیوهایی که در تلگرام کانال تا امروز در ما روی کردن درباره همینا گپ میزنیم. خب هیچ تماشا میکنیم بعد دوام میتیم گپ مونا. اینا داخل با خیلی پایون بچ نوری بوبی سایف گوسپند چارونه در ایلاکو ما که گوسپندش هم میزنه و خودش گنگه شاه شده گیره بازی ها مقصد همه جیم بخجا باید خیلی پایون گذاشت. یعنی که بد خوجابویخلی بالا بوده значит که و گذشته با خوجابویخلی پایون و در این حالت سوال پیدا میشوه در آدمو آیا این حادثه راست دروغه یا اینکه میگن که شنیدیم همه گپا باشه خوب باشه که دروغ باشه. من چرا نمیفهمم در حالتی که این خیلی ویدیو را میبینی چیش میتونه دروغ باشه. مثال تماشا کنید. مردم باور نمیکنه. البته دلش ویدیو رو تماشا میکنیم بتاخت نشین، لیکن هدف اساسی همین ویدیو را من میخواستم بگم بعدی ویدیوی دیننگی. یعنی که من دین ویدیو را برآوردم در همون ویدیو چه خیلی که شما دیگه بدین ما گفته بودم که ویدیو را یک برادر فرستونده. وقتی که من ویدیو را میبرم وای برادر میگه که همون جایی که ما سخن کردیم همون جا را ببر. من کمی عصبی شدم، خیلی دشنام کردم و حالا ما در این باره گپ میزنم برای چی خیلی آرگومنتی رو کردم همین گپای خدمت، لیکن گفتم که خیلی همون جای چیتا جای سایت بالاش میپشونم اون که نمیبرم ما ویدیو رو و ویدیو رو اودالید نمیکنم. سلام علیکم براتون، من یک چرا میفهموندا برای چی خاطر همین بسیار مردم مودا همین کار انانش دیگه. هم ویدیوی که امروز بار اومدک دام یک برادر ویدیو روی کرده بود و نقل کرده بود دیدین شما خودتون درباره همون حیولایی که اگه آدم یگون چیزی هست که پرابلمش دیگه. هم روز ما دانه استونده که خونگیامون دیدین که ما گفتم خونگیامون دیدین که ما ویدیو روی کردم اودالید که ما در پرابلم میشه. برادر گوش کنین شما در چی پرابلم میشه؟ مشکلی که اومده بالای همون ده همون قشلوق همه آدمو کالداگور گرفته شوای دروز خو نیستن. اوضاع همین راسته بنامی خدا گریه نمیکنه تمام اون پاتسان میگه اکا بنامی علا میگه دشاوشید خو نیستیم اخرانیت کردیسیان شما بر اومده در یک بلاگر گفته که همه خیلی مشکلی اومده همون میترسید این قدر شما ترسیدگی نه تنها ای بلاگر ترسیدن باید شما بریم مراجعت کنین که این میخه پرابلم این میخه کیم کدام آدم اومده شوا خونای ما را غلط کرده سه عقی بشوید دیوونه کداگی میگه سه قشلوقه دینا تو ساعتای سه شب میگه در درون همین خونه میگه ایستادگی میگه یادم میگه بالای کریشات میبرویا میگه شما ای بلاگر میترسین که در بلاگر مراجعت کرده این خبر درستین
نگین مرا удалит کنم. удалит نکردم. ویدیو هولام است در کانال. خیلی عصبی شدم بردار دغلونا خاطر صحبت کرده همی که فهمیدم. لیکن او بردار حتی از ما خفه هم شدگی نیست. و بعدا با ما گفتم برات عذر عصبی شدم مقصد بدیل نگی که گفت نه برات یگان جای وایش نیست. ما پادپیشی که خودم همیشه خط تماشا میکنم. ای شامل نه که رازگون گرفت کو. نه که گپ درباره اون هست که در تلگرام روی کردن یک آدم می‌دروید در گروه ما با فکر نویسنده در کلیو نویسنده ادمنستراتور روی کردن درآمده داشتم کرده که اسم شریفوف تکیرا داشتم کردی ما در همون لندن میو که لندن میام فرنا درآمد نمیدونم لندن نباشی مرحمت بخی بیو دیگه گپ در چیه در همون سخنای ما خفه شده و سخنای ما چی بود سخنای ما برای اصحاب و برای مخصوص آدمایی که نه اونقدر سرشون با کار میکنم با یک بار دیگه با تکرار میکنم همین گپ رو یعنی که در وقتی که برادر برآمد که ویدیوشو اودالیت کنیم همین خیلی نشون داد که پرابلم میشود اما و البته که ما در این کار عصبی شدیم که در چه پرابلم میشود یعنی که تو در پرابلم قرار داری نه تنها تو دیگر برادرایی که مقصد خودتون دیدین در ویدیوشو میگه که شب خوب نیستن کالتاکو داداشون در بیرون میگردن یادم میگه بالای کریشات میبرویا میگه یادم بالای دیوال دای میگه یادم میدواد روی خونه زنکورا میگه میزنه این خودش علاقه پرابلم است و در حالی که یک آدم میبرویا برای یک پرابلم در یک جا مراجعت میکنه از همین مراجعت کردن میترسن یعنی که من برو اومدم گفتم که در حالی که در خونه تو پرابلم میشه بالای خونه یک آدم یا هجوم میکنه تو میترسی که یک جا مراجعت کنی اینا یک جنایتکارن یعنی کارایی که شده است یک جنایتکارن و دیگر جنایتکار این حالت هم میبینه نگاه میکنه میگه که اوه مقصد یک کس ماسک کشید خیس رفت خونه آدم در اومد همسرش زد خواهرش زد یا که اگون چیرا گرفت ترسوندکشون لیکن آدمو میترسن که درباره همین مراجعت کنن در یک جا گپ زنن همه جیم شدگی خب شدگی چیکار میکنن دیگراش از این کار الهام گرفتن میدونن که به جوابگری میمونه یگون کس جواب این جنایتو را نمیتیه و یگون کس هم یگون جا مراجعت نمیکنه چون که همه میترسه این کار کلان شده رفتن میگیره و من گفتم اگر که همین خیلی ترس شما باشه که در چونی حالت مشکلیتون پنهان کنین از مشکلیتون نبره مراجعت نکنین امروز خونه‌تون در اومدم خونه زنکورا میگه میزنه اگه میره خواهر اپت هم برای چی برای خودی که تو میترسی که مراجعت کنی و هم آدمی که گندر بدی گرینی بدی باید بار دیگه میگم نه یک بار دیگه تدام وقتی که خونه دی جنایتکار در اومد تو چاره ندیدی این کار در اومد پروست تک در اومد هیچ کار نکرد لیکن تو چاره ندیدی این کارت میداره همه آدمای را نرم مودش همش میره برای اون خاطری که به جواب مون برای اون خاطری که تو چاره ندیدی اینا مرحمت اگر با گپ ما راضی نباشی یا اینکه در گپ ما پرتنز داشته باشی یا این گپ ما رو ناحق حساب کنی مرحمت که گپ بزنی برادر مشکلی اساسی ما میدونی در چیه مشکلی اساسی ما در چگونه ما ریاگیری ود میکنیم چگونه ما قبول میکنیم چون این مشکلی ها را در آن ایه یعنی که دیده میشود در همینجا خونه یک کس در اومدگی موه میوان نگاه کنین جبرو یجابی چونیو چابی دبی چیکو کده جان میگه دای درو کردم نه ندیده شما اوی کندیان در اومدن نگاه کن پاشم چای پاشم چو اجونه بابی نقدر فکر نقدر فکر بینا پاشم چو شد بله راست میگه البته که باید نخوابی برای چی خاطر برای خاطری که ایز نمونی برای جنایتکار یافتن ایز در کاره لیکن در ما با او درجه های انالیز دینک و قور بالا نمیشه که پشم نخوابیدند مقصد از اون چیه مقصد از اونه که پشم نخواب گفتنش ترسه یعنی که همین آدما تا امروزه خیال میکنن که همین یگون ریال نه من خیال میکنم بسیار شو هست که دیستریبیوتر خیال میکنن که همین یگون جنا یگون دیو پری یگون بالا دیو ریال نه دیوانه شما نه همیشه ما را بگین دیوانه شما این آدمای جنایتکار و همین ترس و هراس شما را دیده تماشا کرده است و ما از حال بله بردارم یک ویدیو دیگه هم روی کردگان که دستگیر کردگان شو رو تماشا میکنیم لیکن با میگم که تصدیق شدگی نیست که این همو باشه ممکنه یگون ویدیویی که نباشه ممکنه با این کار دخالت داشته باشه که نداشته باشه نمیدونم لیکن تماشا میکنیم نه پیش از تماشا کردن من میخوام یک کمتر در همین موضوع گپ زنم که آدما چی برای چی چونی خیلی چی قبول میکنن یا خیلی میگه بالا با بالای بم میپره مقصد فلان کار میکنه دیگرش با مثل چلاوک پاوکای یا خیلی دیگرش که سوپرگروی پیدا شده سوپر چلاوک پیدا شده دیگرش پیدا شده سوپرگروی واپس سوپرگروی کار خوب میکنه این جنایتکاره
این یگان دیو و پری نیست، یگان جین و اجنه، یگان چی دیگه نیست. این آدمی هسته که آدم زایده شه. همین گونه که هر یک تایما و شما تولد شدگیم، همین گونه تولد شده این شخص یا اینکه این گروه شخصا. اینا آدمن، ترسیدن در کار نیست که یگان قوه غیر عادی، یگان نمیدونم جذبه دیگر خیلی داره نزدیک نشین، با پیش راه نگردین، موش نقپین، کوچه که رفتگی نروین، یا که دربارش درباره قطعی بلاگرها صحبت نکنین، یا که مشکل دین در یگان جای دیگه گپ نزنین. این خیلی کار قطعی شما من نمیدونم با مثل عصر سنگ رفتار کرده است. او سالای بوده که یگان آدم یگان گپی خوب میگفتک میبردن جادوگر گفته علاوش میزدن. اونم خیلی سالا وری یک لد رفتار کرده است. خفه نشین. این جنایت های کاری که رخ داده است جنایت های. آدمی که این کارا میکنه، شخصی که این کارا میکنه جنایتکاره. پروستا تمام. و کمتر به هوش بیاین، آرام شین و چاره ببینین برای دستگیری کردنش. یکمین چاره چیه؟ سر و صدا. دل خو پرابلمایی که اگر خاموش شدنی باشه به سبب سر و صدا خاموش نمیشه. یعنی که چی قدری که درباره پرابلم بسیار گپ زدی، بسیار برو مردی پنج کردی، به همگان معرفیش کردی، او مشکلی روی حل شدنش نزدیک میشه. برای چی خاطر؟ نگاه کنید. سبب یکمش که سر و صدا چی کار میکنه؟ یکمش تو در همه جا پنگ کردی، همه آدما اوجه بخبرن. دههای نزدیک به همین جای حادثه رخ دادگی الکی آمادگی میبینن. الکی میدونن که مثلا درآمد کم کردن در کارای، یا اینکه در خانه یگان چیز بلا خدمت تور تشه یگان چیز باید باشه در حالت هجوم کردن. و همچنین از طرف ساختارهای داخلدار هم که باید چاره بینن نسبت این کار و هم البته که قرار نمیستن. چیکار کنم حال اینجا بشینو؟ بخواب شما کانی دیگه دک چیزا. با قوت میزنتونو. کشت میموش ما میگم ایران. کشت وقتی که یک آدم معلومات روی میکنه که خونهشون در اومدگیان، ما بسیار آدم‌ها برادرها ریال معلومات روی کردگیان می نویسن که برادر خونه ما آدمایی که خونهشون در اومدگیان، اعضای عائلهشون مثال لاتوکوب کردگی و که اون کار دیگه پریمای دما بر اومدگیان، لیکن میگه اکا نمان آوازی مرا. یک بار بستین شما پروسه تصور کنین هجوم شدگی، جبر دیدای، جنایتکار خونهش در اومدگی، میگه نمان آوازی مرا. میگم برای چی؟ میگه پرابلم میشه. какой проблема еще? تو در так проблема شده. تو باید برای مراجعت کنی، تو باید گپ زنی درباره چی کار تا که پرابلم حل شود. حتی میگوی گپ نزن. البته که در چنین کار آدم عصبی میشه. کنشنم عصبی شدم و گفتم که اگر که نبروین گپ نزدین، این خیلی مشکلی ها را پنهان کردین، امروز که خونه‌تون در اومدن، پگه که پنهان کردین میدونن خواهر اپاتون. اینا با یک بار دیگه میگم در تلگرام کانال کروژو گفتگی بودم، اینا با یک بار دیگه میگم اگر که چاره ندیدی همین کارا میکنن. اگر که خب کردی خونه‌تون در اومدن، خب کردی ترس دیدی یا جو بینگ نگفتی، پس چیکارت میکنن دیگه؟ اینا مرا بگو چیکارت میکنن دیگه. این بود برادرها، بود این ویدیو را در تلگرام کانال میتونید تماشا کنین. فکرای خود ما بسیار میخواستم براتو در این باره بگم، لیکن به خاطر چیزی که میبینین شمال سختی بچه است، من خیال میکنم که من حالا نمیدونم که همین قدر وقت چیکش نمیدونم برای یه نمود شمال زده است که کامera میجنبه، ممکنه که بزه باشه نبروریم یا که نمیدونم کاروچی. خیلی دامیا جنبش میکنم و شما اگر که در کار باشه بود در تلگرام کانال در همین ویدیو هست و دیگه آدمایی هم که پورچوی ویدیو را میپرتو یعنی که اون خبر پیدا میشه ما در تلگرام کانال میمونم. و یک بار دیگه میگم برادرو همین عدد پرتوین مشکلی خودتون پنهان کردن تا همون زمانی را که شما مشکلیتون پنهان میکنین و درباره مشکلیتون گپ نمیزنین، انتظار نشین که اون مشکلی شما حل میشه. یک پریمری عادی در یک عائله مثال برادر خواهرش همیشه لاتوکوب میکنه. لاتوکوب کردن همون کی بس میشه وقتی که خواهرش با پدرش نقل کنه. правильно؟ اگر که خواهرش بترسه نقل نکنه، از چی باید بترسه؟ من نمیدونم. یعنی که همین حالت شما با مثل همینه. اگر که بترسه و پدرش نقل نکنه، پدرش از لاتوکوب کردن دخترش نسبت از طرف پسرش درک نمیوه و این کار تو همون درجه میره که ممکنه که از لاتوکوب دختر بمره. از شما همین کارا کردین. امروز در خانه شما میداره کیم کدام نیپانیت نه کیه هجوم میکنه، اتم میترسی برای دربارش گپ زنی. فکر اختیارتون در کامنتر بنویسین آیا با فکرای ما راضی هستین یا اینکه نه. البته راضی باشین لایک موندن فراموش نکنین. اگر راضی نباشین بنویسین که برای چی راضی نیستین با فکرای ما. در کانال ابونش فراموش نکنین تا که از برآمد ویدیوهای دیگر به خبر نمونین. در بالای اکران شما که تلگرام کانال، یوتیوب کانال و دو تا ویدیوهای پیشینه. اما در خیر تا ویدیوهای آینده.